تو در روز قیامت چی جوابی داری؟ در شکی نیست که امنیت وطن خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. ولی راست بگو همین قدر ضربات کوبنده که تو خوردی از کدام ناحیه خوردی؟ از کروزین و از دریشی خودی دولت خوردی یا نه که از این منبری ملا و از تقریر ما خوردی؟ کدامشی؟ تو در این قدر سال تجربه نکردی؟ این مشوره است. درک بکنه یک انسان مفت نیست. من تو را حکومت میگم زمانی که همچی کار میکنی مشوره کو، عواقب از زیر سنجش کو. افرادی که در زندان است موردش قطع علمای دلسوز سنجش بکو، مشوره بکو کی مردم انجامش چی میشه. دولت باید ثابت کنه، دلیل پیش کنه. من 1000 نفر نه 1,000,000 نفر دشمن دارم، ندارم؟ چقدر خوشی کرده باشن به یک بندی شدن من که دیم حکمتای الله سبحانه و تعالی است. او انگشت سر من میگذاره، تو دستی مرا کش کرده میبری در بندی خانه. اگر من دیگه ادعا نکنم امی قدر شاگردایی که درس قرآن برش میدادم در روز قیامت چی جواب داری که مانع درس قرآن شدی؟ هر کسی که تو در رأس قرار داری این نیست که ایره من نکرده، از عسکر گرفته تا استخباراتی گرفته تا حوزه گرفته تا قماندانی گرفته تا ریاست گرفته تا رئیس جمهور گرفته، کلگی دی قضیه شریک است و به الله جواب دهنده است. دولت آباد نمیشه. توی ملت وقتی بر دعا بکنه تو آباد میشی یا خراب میشی. چرا فلانی قانون نافذ نمیشه؟ چرا قصاص نمیشه؟ چرا زناکار رجم نمیشه؟ چرا این پودریا در اینجا جمع شده مردم خراب شده رئیس جلوگیری نمیشه؟ چرا این شرابخانه از بین نمیره؟ چرا بگوی دانسخانه از بین نمیره؟ چرا شرابخور بندی نمیشه؟ چرا مجرما بندی نمیشه؟ مولای بندی میشه؟ این وظیفه به مون نفر استخبارات هم متوجه است. تو وظیفه تا چقدر تکمیل کردی صادقانه؟ والا یک سوالی که از من میشه چرا این قدر مردم در مسجد میان؟ بسیار جای تعجب است، واقعیت است. دیگه ملا چرا مسجدهایشان خالی است؟ از تو در مسجد هم جای نمیشه. حالی من میفهمم که خیر جرم همی است. باز نگفتم، به خاطر نگفتم موقعش نبود. حالی میگم و همو جنابی که همی سوال از من کرده او جناب بشنو. تو را الله همی قدر بصیرت نداده، عجیب است. به سطح ریاست جمهوری اکثریت اعتبار میده. چی را اعتبار میده؟ بگوی چی را؟ 49 رای یک شخص برده 51 دیگه کی را رای میده؟ رئیس جمهور کی را میسازه؟ و جنابی محترم تو باید آلی مرا بالا کنی که از ملاها که اول نمره شدی او تو مرا مورد سوال قرار داده ای. ولی گله نیست، گله نیست، گله نیست. خب گوش تا نواز کن. چرا از جاهای دور در اینجا مردم میآید؟ سوال اصلی اینجاست، چرا از جاهای دور در اینجا مردم میآید؟ خب بله، المرء یقیس علی نفسه. همیشه انسان دیگر کارم سری کی قیاس میکنه؟ سری خود. اگر ایمانت قوی باشه مردم دیگر امانت دار هستی، خیانت نمی کنی، مخلص هستی، ساده زندگی میکنی، هر کس فکر میکنی، گپی هر کس باور میکنی، چرا خود همونطور یک زندگی داری. اما اگر فریبکار باشی، نعوذ بالله چالاک باشی، بگو نعوذ بالله دروغگوی باشی، هر کس برات چی معلوم میشه؟ دروغگو، فریبکار، باور نمیکنی. همینطور است. از این خاطر من ملامت نمیکنم. چرا؟ شاید او فکر کرده باشد که در مسجد کمپری شاید بعد از نماز یک چیزی دلار هم توزیع میشه بگیم. چقدر دلار گرفتی در جیبی تو؟
من فهمیدم که سوال از این مبنی بر چی است. بله سوال مبنی بر می است. یک شخص بر من میگه خب به خاطر ازی که فکر میکنم دلار توزیع میشه دیگه، افواهات خو خیلی زیاد هست. ها نه فیسبوک ها را خو شما مطالعه میکنید مردم چی نوشته میکنه، صحیح است؟ اینطور مردم هم ما داریم که این در خود سفارت انگلستان خانوادهش موجود است و خبر میده شما را که مولوی متوکل سفیر انگلیس گفت که آزاد کنید. تعجب است. این گپا را علمای ما باز میگه که اینی طور لنگی سفید در سرش است، این طور کالای سفید در جانش است. گله نداریم. هر ملتی که هر جماعتی که از درس کتاب الله و از هدایات روشن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دور زندگی بکنه، بله هیچ وقت توقع نداشته باشه که همچو گپا در بین نبیه. حتمی آمده نیست. چرا؟ عقلمندی توسط قرآن به ذهن آدم پیدا میشه، درایت و بصیرت توسط حدیث پیغمبر برای وجود انسان پیدا میشه. شخصی که سالا ناشنا با قرآن و حدیث باشه از کجا بدانه؟ از کجا بدانه؟ خوش بایسته الله الکی جناب شاید مراحل سرمت تیر شده باشه، نفری مرا مراقبت کرده باشه که الله اکبر یک نمازم نخوانده باشه، اما با جناب مدیر صاحب الله اکبر الکی مدیر آمد بوتی خود شاید 10 متر دویده باشه، بگو این دویجا پای کرده باشه. چرا؟ عقیده به این داره که از وظیفت دور کت میمونه. الله را نشناخته که رزاق کیست، اما امر الله که نماز از 5 وقت در یادش نامد. ما در هر حادثه و قضیه چی میگیم؟ انک انت العلیم الحکیم. الله حکیم است، هیچ قضیه و واقعه بدون حکمت نمیشه. به الله قسم دعای خصوصی و میخواد فکر کنم یا الله اگر در حق ما به خاطر رضای تو کسی دعا بکنه، کسی میدوه، کسی پریشان است، الله یار از اجر آخرت محروم نسازه، از عزتمندی دنیا محروم نسازه. انشاءالله الله ما را با اسلام عزیز پیدا کرد و الله با اسلام عزیز ما را بمیراند و ما سلیب نمیشیم انشاءالله تا مادامی که بگوییم اسلام عزیز میدانیم، تا مادامی که با اسلام وفادار هستیم، تا مادامی که یقینا مشعل رای خدا کتاب الله را قرار دادیم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دادیم، ما عزیز هستیم، توسط دشمن ذلیل نمیشیم. برای ما هر گوشه زندگی ما چه عزت است انشاءالله. الله ایمان از ما نگیرد و ما را در این امتحانات خود ناکام نسازد. بنده های خیلی ضعیف هستیم، بسیار ضعیف هستیم، واقعیت ضعیف هستیم. روزگاری که 1 ساعت ما در طاعت الله سبحانه و تعالی تیر میشه، شکر الله را زیاد بکشیم که یا الله تو توفیق نصیب کرد و باقی عمر ما را الله توفیق بده که ما به عزتمندی زندگی بکنیم، به غیرت پابند دین خود باشیم، عقیده خود باشیم و ما را الله سبحانه و تعالی از امتحانات سخت نگاه عافیت طلب میکنیم، چرا ما توانمندی نداریم، ضعیف هستیم. یقینا الله سبحانه و تعالی خاتمه اخیر ما را به ایمان و زندگی شهادتمندانه و غیرتمندانه و عزتمندانه بگرداند انشاءالله. همونطور است. از این خاطر رفتن ما به زندان انشاءالله نکات بیشتری برای ما برملا شد، درس‌های گرفتیم. الله سبحانه و تعالی یک لحظه عمر ما را دور از دعوت دین خود نگرداند.